امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. تو این ویدیو قصد داریم درس 18 از کتاب شیوه سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار به اسم لیلی لیلی که یه ترانه کردی هست رو با هم دیگه یاد بگیریم، نوت‌ها و علامت‌هایی که توش داریم رو بشناسیم و نوازندگیش رو روی سنتور با هم دیگه تمرین کنیم. ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که یه ویدیو خوب داشته باشیم. خب درس شماره 18 قطعه لیلی لیلی، نوت‌هایی که توش داریم ترکیب نوت‌های چنگ و سیاه هست. ما تو درس 15 و 16 و 17 هم همینا رو داشتیم. یعنی نوت‌های چنگ رو با هم دیگه یاد گرفتیم وقتی توی قطعه‌مون نوت چنگ داریم توی شمارشمون باید و اضافه کنیم. اول نگاه میکنیم به عدد میزانمون یا متر قطعه که الان 24 هست. 24 یعنی چی؟ یعنی توی هر میزانی که ما داریم معادل 2 تا نوت سیاه داریم. یعنی عدد بالا تعداد نوت توی هر میزان رو مشخص میکنه، عدد پایین نوع نوت رو مشخص میکنه. یعنی داره میگه 2 تا نوت وجود داره که ارزش نوت هامون 1/4 نوت گرد هست که 1/4 نوت گرد میشه نوت سیاه. پس 24 یعنی اینکه در هر میزان ما معادل 2 تا نوت سیاه داریم. مثلا شما اگر توی میزان سوم نگاه بکنید که 2 تا جفت داریم، جفت نوت سی و جفت نوت دو، 2 تا نوت سیاه وجود داره. ما این 2 تا نوت سیاه رو داریم میبینیم. ولی تو میزان‌های اول و دوم 4 تا چنگ میبینیم. خب ما میدونیم که هر 2 تا چنگ ارزشش معادل 1 نوت سیاهه. پس 2 تا چنگ اول میشه 1 نوت سیاه، 2 تا چنگ بعدی هم میشه 1 نوت سیاه، روی هم میشه 2 تا نوت سیاه. شما هر قطعه ای رو که میخواید بزنید اول نگاه میکنیم به مترش و همه میزان‌هایی که توی اون قطعه وجود دارن باید از اون متر تبعیت کنن. یعنی تعداد نوت‌هایی که توشون هست باید معادل همون چیزی باشه که اول کار مشخص کرده. پس شمارش ما برای این قطعه به صورت دوتایی میشه. باید بشماریم 1 2 و چون نوت چنگ تو قطعه داریم و هم اضافه میشه. باید بشماریم 1 و 2 و با هر کدوم از این تیکه های شمارش یه نوت چنگ اجرا میکنیم. حالا اگر نوت سیاه داشتیم تو وش دیگه چیزی نمیزنیم. یعنی مثلا تو همون میزان سوم که بهتون گفتم 1 و برای نوت اول میشه، 2 و برای نوت دوم میشه. از نظر جمله بندی خب یه جورایی خودش اومده برامون مشخص کرده. همون تکرارهایی که گذاشته، دولا خطای تکراری که گذاشته، جمله بندی ها رو داره مشخص میکنه. جمله اول میشه 3 میزان اول که باید 2 بار اجرا بشه. جمله بعد میشه از میزان 4 توی خط اول تا میزان 4 تو خط دوم. یعنی اون قسمتی که دولا خط تکرار باز شده تا اونجایی که بسته شده جمله دوم ما هست و جمله سوم که جمله آخر هست میشه از میزان آخر خط دوم تا پایان قطعه. پس ما کلا توی این قطعه لیلی لیلی 3 تا جمله داریم، 3 تا عبارت داریم که هر 3 تاش با تکرار مشخص شده. هر جمله رو باید 2 مرتبه اجرا بکنیم. بیشتر نوتایی که توی این قطعه داریم رو سیمای سفید اجرا میشه که چیزی که من اینجا دارم میبینم از فای سیمای سفیدی داریم تا ر، یعنی از خرک دوم سیمای سفید تا ر که میشه خرک هفتم سیمای سفید. توی جفت ها هست که فقط یکی دو جا نوت پشت خرک اومده و یکی دو جا روی سیمای زرد داریم. مثلا توی خط دوم میزان اول ما جفت نوت ر و دو رو داریم که اگر که دقت بکنید ر سفید اومده با ر پشت خرک جفت گرفته. نوتی که روی خط چهارمه میشه نوت ر روی سیمای سفید و نوتی که میره از خطوط حامل بالاتر، خب ما میدونیم نوتایی که میرن بالای خط مربوط به سیمای پشت خرک میشن. نوتی که بالای خط دوم اضافه یا لژر لاین قرار میگیره میشه نوت ر و نوتی که روی خط دومه خب یکی میاد پایین‌تر دیگه میشه نوت دو. پس ما توی میزان اول خط دوم جفت ری سفید و پشت خرک رو داریم و بعدش دوی سفید و پشت خرک. ولی مثلا توی میزان چهارم توی همون خط دوم سیمای زردن. چرا؟ چون نوتامون پایین خطوط حاملن توی اون جفتا. نوت دوی سفید
با 2 ضرب نوتی که روی خط اول اضافه زیر خطوط قرار میگیره میشه 2 ضرب و نوتی که زیر خط دوم اضافه هست میشه صلح سیمای زرد. پس الان توی این میزان جفت 2 سفید و زرد و صلح سفید و زرد رو باید بگیریم. یه نکته دیگه ای که ما توی این قطعه داریم، توی اون 3 میزان آخر اگر دقت کنید ببینید راست و چپ نذاشته. ما میدونیم همیشه از جلسه اول اینو گفتیم که راست و چپ بسیار اهمیت داره و تمام نوت‌ها همیشه مشخص میشن که این نوت رو باید به دست راست بزنیم یا به دست چپ بزنیم. چجوری مشخص میشن؟ با اون 7 و 8 تایی که بالاشون مینویسه. اگر بالای نوتمون 8 نوشته شده باشه یعنی باید به دست راست اجرا بشه، یا اگر که چیزی بالاش نوشته نشده هم همینطور باید با دست راست بزنیم، و اگر بالای نوتمون 7 نوشته شده باشه یعنی باید با دست چپ بزنیم. در واقع برای اینکه نوت‌ها شلوغ نشه معمولا 8 رو نمی‌نویسه، فقط 7 رو مشخص می‌کنه. اونایی که چیزی نداشته یعنی باید با دست راست اجرا بشه. اما اینجا این نکته‌ای وجود داره، توی این 3 میزان آخر هیچ راست و چپی گذاشته نشده، یعنی تقریباً یا دقیقاً بهتر بگم 10 تا نوت هست که راست و چپ ندارن. ما هیچ وقت 10 تا نوت رو با یه دست اجرا نمی‌کنیم که یه دستمون بیکار باشه و اون 10 تا نوت رو با یه دست بزنیم. اینو معمولا بچه‌ها اشتباه می‌کنن، فکر می‌کنن این نوتایی که اینجا داریم همش باید با دست راست اجرا بشه چون 7 بالاش نیست. نه، وقتی یه تعداد زیادی نوت مضراب گذاری نشده باشن حتما الگوی مضرابیش قبلا وجود داشته، یعنی باید برگردیم تو قطعه ببینیم کجای قطعه هست که نوت شبیه اینه، حالا یا دقیقاً همون نوت تکرار شده یا ممکنه که تقریباً شبیه به همون باشه، مثلا همه نوت‌ها یکی اومدن پایین یا یکی رفتن بالا. به هر حال اون الگو قبلا وجود داشته، پس الان هم باید راست چپشو مثل همون اجرا بکنیم. اگر نگاه بکنید از میزان آخر خط دوم که بالاش جواب نوشته، نوتامون هست فا سل 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 و بعد ادامهش توی خط سوم سل 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 فا سیلا، دوباره همین تکرار شده فا سل 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 فا، ولی آخرش به سیلا شده لا سل. یه نوت اومده پایین، گفتم مهم نیست، ممکنه این ذره پایین‌تر بیاد بالاتر بره ولی الگو همونه. پس مضراب گذاریش رو باید مثل همون انجام بدیم، یعنی همونطور که بالا به صورت راست چپ یعنی یه درمیون نوتامون اجرا شده، اینجا هم باید باز دوباره یک درمیون نوتا رو اجرا بکنیم. اینو حواستون بهش باشه. نکته بعدی این که بالا توی شروع قطعه اون قسمتی که 2-4 نوشته بالاش نوشته شعر و بعد توی میزان آخر خط دوم نوشته جواب. منظور از جواب جاییه که دیگه شعر خونده نمیشه، یعنی ساز داره جواب آواز رو میده، یعنی ساز به تنهایی اجرا میکنه، خواننده دیگه روش نمیخونه. اون قسمتی که شعر نوشته یعنی باید روش شعر خونده بشه که خب حالا این قطعه کردی است و شعر کردی مخصوص به خودشو داره که اینجا هم نوشته نشده، ولی شما میتونید سرچ بکنید آهنگشو گوش بدید، خیلی هم قطعه زیبایی هست. ولی در کل برای اینکه فقط اطلاع داشته باشید این شعر و جواب منظورش اینه، شعر جاییه که شعر خونده میشه، جواب جاییه که دیگه شعر خونده نمیشه، فقط ساز اجرا میکنه. خیلی خب بریم جمله به جمله نوازندگیش رو با هم دیگه یاد بگیریم. میزان اول خب نوتی که زیر خط دوم اضافه هست میشه سل و چون پایین خطوطه میشه رو سیمای زرد و 3 تا نوت داریم که روی خط چهارم هستن میشه ر. پس داریم سل ر ر ر. اگه این سل ر ر ر رو من بخوام رو سنتور بزنم به این شکل میشه. راست چپش هم که یه درمیونه، راست چپ سل ر ر ر. یه بار دیگه میزنمش سل ر ر ر. خب حالا شمارشش به چه شکله؟ به صورت 1 و 2 و میشماریم، میشه 1 و 2 و. یه بار دیگه 1 و 2 و. میزان دوم نوتامون هست دو ره دو دو، دو ره دو دو. و میزان سوم که جمله رو کامل میکنه 2 تا جفت داریم، جفت سی سیمای زرد و سفید و 2 سیمای زرد و سفید. پس یه جفت سی و یه جفت دو. دقت کنید که وقتی میخواید جفت بزنید حتما دستا به این شکل از ساعد و بازو باز بشه، اینجوری با مچتون مضرابا رو کج نکنید. مضراب همیشه باید عمود باشه رو ساز. پس وقتی میخوایم جفت بزنیم دستامون رو باز میکنیم از هم دیگه
و اینکه ضربه ها دقیقاً همزمان با هم دیگه بخوره، صدای زنگوله‌ای ازش در نیاد. ببین این اشتباهه، باید دقیقاً همزمان بخوره دوتا دستمون که یک صدا از ساز در بیاد. پس جمله اول نوتش شد سل ره 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 دو ره دو دو جفت سی جفت دو، سل ره 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 دو ره دو دو سی دو، که اگه بخوایم با شمارش اجرا کنیم میشه یک و دو و یک و دو و یک و دو و. این قسمت دولا خط تکرار داره، یعنی این جمله باید 2 مرتبه اجرا بشه. میریم سراغ جمله بعد، یعنی میزان 4م خط اول. نوتامون هست سی دو ره سی و میزان بعد لا دو لا سل. این دوتا رو اجرا میکنم، سی دو ره سی لا دو لا سل. خب میزان اول خط دوم یه عبارت، یه نیم عبارت رو کامل میکنه که نوتش هست ره دو، میزنیم ره دو. پس شد سی دو ره سی لا دو لا سل ره دو. حالا توی ادامه این جمله باز دوباره تکرار دو میزان آخر خط اوله، سی دو ره سی لا دو لا سل، فقط جفتای آخرش عوض میشه، به جای ره دو میزنیم دو سل، پس میشه سی دو ره سی لا دو لا سل دو سل. پس اگه من بخوام این جمله رو کامل اجرا کنم، یه بار این سی دو ره سی لا دو لا سل با جفت ره دوی سفید و پشت خرک زده میشه، باز همین جمله تکرار میشه، به جای اون دوتا جفت دو سل زرد و سفید رو میزنیم، سی دو ره سی لا دو لا سل ره دو سی دو ره سی لا دو لا سل دو سل، یک و دو و 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 یک و دو و. بسیار عالی، که این جمله هم باز دوباره باید 2 مرتبه اجرا بشه. میریم قسمت سوم، جمله سوم که جواب هست. نوتامون هست از میزان آخر خط دوم فا سل سل سل، میریم خط سوم سل 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 فا سی لا، پس میزنیم فا سل 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 فا سی لا. دقت کنید راست چپش به صورت یک درمیون بود، یه دونه راست یه دونه چپ مشخص کرده. حالا قسمت بعدی رو دیگه راست چپ مشخص نکرده، ما خودمون با توجه به چیزی که الان زدیم باید راست چپش رو مشخص بکنیم. همون جمله هست دوباره فا سل 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 فا، فقط آخرش به جای سی لا میزنیم لا سل، فا سل 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 فا لا سل. پس کل جمله با شمارش میشه یک و دو و 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 یک و دو و. چیزی که من زیاد تو هنرجام میبینم تو این قسمت که تعداد سولا زیاده، تعداد سولا رو اشتباه میکنن، یعنی یا بیشتر میزنن یا کمتر میزنن، بعد میان میشمارن میگن خب ما باید 6 تا سول بزنیم. به نظر من این کار درست نیست، بهتره بر اساس شمارش خود قطعه مشخص کنید. به وقتی ما میگیم یک و دو و، یک اول رو فا میخوره و دو و رو سل میخوره و بعد ادامهش توی میزان بعد یک و دو دوباره رو سل میخوره و میاد پایین، پس میگیم یک رو فا و دو و یک و دو و دوباره برمیگرده رو فا. درست شد؟ پس اینو اینجوری برای خودتون نشونه گذاری بکنید که از یک که شروع میکنید و دو و یک و دو رو سله و یا آخر میاد پایین که تعدادش هم اشتباه نشه. باز این قسمت هم یه تکرار داره، آخر قطعه بالاش دی سی نوشته که میخونیمش دا کاپو، گفتم اینو قبلا بهتون، دا یعنی از، کاپو یعنی از سر، پس دا کاپو میشه از اول قطعه دوباره باید کلش تکرار بشه. من این رو با شمارش براتون اجرا میکنم و بعد در مورد مترونومش هم
با هم صحبت میکنیم. یک و دو و 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 به این شکل با شمارش باید اجرا بشه. حالا میریم سراغ با مترونوم اجرا کردنش. بالای قطعه نوشته سیاه مساوی 76. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما باید مترونومتون رو بذارید رو سرعت 76 که توی هر دقیقه 76 تا ضرب برامون اجرا کنه. و بعد چون نوشته سیاه مساوی 76 یعنی با هر ضربه‌ای که مترونوم برامون مشخص میکنه ما باید معادله این نوت سیاه بزنیم. پس ما که اینجا تو قطعمون مثلا تو میزان اول 2 تا چنگ داریم، این 2 تا چنگ باید توی یک ضرب مترونوم اجرا بشه. در واقع من مترونومو میذارم، مترونوم ضربای اصلی رو به ما میده، یعنی 1 و 2 رو به ما میده. ببین مترونوم رو روشن میکنم، مترونوم میگه 1 2 1 2 تیک تاک. اون صدایی که صداش زیرتره صدای 1، صدای میزان ضرب اول میزانمون هست. 1 2 که هر ضرب این مترونوم ما معادله نوت سیاهه. پس ما که میخوایم چنگ اجرا بکنیم باید بین ضرب 1 تا 2 یه ضربه دیگه بزنیم که همون و میشه. پس میشماریم 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و بر اساس این شمارش قطعه رو اجرا میکنیم. 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و
و دو و یک 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 و دو و بعدها که تکنیک هاش رو یاد گرفتیم، این قطعه رو میتونیم با تکنیک اجرا بکنیم که صدای زیباتری ازش در بیاد. مثلا به این شکل. ممنون که تا آخر ویدیو با من بودید. امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار بگیره. لطفاً حتما هر روز تمرین کنید، به اصولی که بهتون میگم توجه بکنید تا به زودی این قطعه رو خوب یاد بگیرید و یه نوازنده خوب بشید. ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، نظراتتون و سوالاتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.